امروز به یک جوانی که خوب سنش خورد است از قرآن و سنت نمیفهمه و برش یک حکم اسلامی رو بیان میکنه، برش میگه برادر عزیز همین 4 نفر برادری که آمین بالجهر گفتن، همین آمین بالجهر در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده. امیر شافعی و مالکی و حنبلی ها آمین بالجهر میگن. در مکه مکرمه اگر مثلا 40 لک حاجی باشه 39 لکش آمین بلند میگن، 1 لکش ما افغانا و پاکستانیا و بنگلادیشی ها ما آمین چپ میگیم. نه استاد یعنی چقدر بی‌ادبی در مقابل سنت رسول اکرم صلی الله علیه و صحابه کرام در مسائل اعتقادی ادب و خالق اول میفهمید. الله گفته ما قدیر هستم، بله قدرت خدا گفته ان الله علی کل شیء قدیر. باز الله گفته در جای دیگه که ید الله دست الله، بله گفته. وجه بر خود نسبت داده، بله داده. قدم بر خود نسبت داده، بله داده. نزول گفته نسبت داده، بله نسبت داده. پس صحابه کرام چی میگفتن؟ صحابه میگفتن خلاص نزول الله تعلق میگیره به او، مثل نزول ما نیست. صحیح؟ ید الله تعلق میگیره به ذات خودش، مثل ما نیست. قدمش به خودش تعلق میگیره به جلال و عظمت شایسته است، مثل ما نیست. خلاص تسلیم بودن. وقتی که گپ زیاد میشد پیش امام مالک رحمت الله علیه یک کسی آمد گفت امی خداوند چطور استاد شده؟ استوا علی العرش الرحمن و علی العرش استوا. گفت الاستوا معلوم. گفت استوا معلوم است، در قرآن آمده. ایمان به واجب است، کیفیتش ما نمیفهمیم و سوال این مسئله بدعت است. گفت رو بکشین از مجلس. اقدر تو بی ادب هستی که حالا برام آمدی از غیب گپ میزنی که استوای خالق در عرش چه قسم است؟ تسلیم شو بگو که او همون قسمه که به جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی شایسته است. گپ زیاد نزن. بکش. گفت بکش بدعت ها از مجلس ما که اگر ادب میداشت امی سوال نمیکرد. یعنی این از مجلس خود کشید که تو بی ادبی در مقابل من نکردی. تو اینقدر بی ادب هستی که در غیب الهی تو مداخله میکنی و آمدی از استوا پرسان میکنی. تسلیم شو بگو خلاص این مسئله توقیفی است، همون قسم که به جلال و عظمت خالق شایسته است، ما کیفیتش نمیفهم. زیاد فلسفه نکن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای محترم، درس امروز ما به سلسله اصطلاحات عقیده را که شروع کرده بودیم، امروز اصطلاح تأویل است. کلمه تأویل اصلا تی الف در سر شمزه، تأویل واو یا لام. خود کلمه تأویل که است از ماده اوله گرفته شده. اوله یؤول تأویلا. اینال اوله چی معنی؟ معنای تأویل به معنای رجوع هست، به معنای عودت است و به معنای تفسیر است. مثلا یک چیز هست، یک کلمه هست، این کلمه را معنای از زیر یک نفر میخواه که پیش خود یک چیز دیگه او را تعبیر بکنه. مثلا در افغانستان ما شما روزانه یک کسی یک گپ میزنی، او گپ تو را دیگه قسم تعبیر میکنه. مثلا یک روز برای یک کس یک جمله را استعمال کردی، تو مقصدت خوب است لکن او خفه است پیشت. برش میگه که چرا خفه هستی؟ میگه والا اون روز که تو این کلمه را استعمال کردی مرا رشخند کردی. تو میگه نه برادر عزیز، من رشخند تو را نکردیم، من همین کلمه را استعمال کردم، این کلمه درست است. تو خودت را پیش خود غلط تعبیر کردی. ما شما میگیم زیادتر میگیم تعبیر. خودت غلط تعبیر کردی، غلط فهمیدی، ما اون قسم مقصدم نبوده. از این خاطر غالبا کلمه تعویل، یا مثلا یک کسی یک سخن میزنه تو امی گپ مرا دیگه قسم تفسیر کردی، گپ مرا دیگه قسم تعبیر کردی، گپ مرا دیگه قسم تعویل کردی. در خو هم کلمه تعویل استعمال میشه. مثلا میگه تعویل خواب،
یک نفر خواب دیده، یک نفر او را تعبیر میکنه، تفسیر میکنه، تشریح میکنه، او را میگه که این تعویل کرد خواب از در زبان عربی. پس تعویل خودش به معنای چی است؟ به معنای ازی است که یک کلمه را میخوای که دیگه قسم تشریح کنی، توضیح کنی، تفسیر کنی، این را تعویل میگن. کلمه تعویل هم در فقه استعمال میشه و هم در عقیده. در قسمت چون ما و شما درسای ما درسای عقیده هست، غالبا سر از امو اصطلاح به حساب امو اعتقادیش سرش بحث میکنیم. ای که تعویل در اصطلاح چی را میگن؟ یک عالم اسلام است به نام زرقانی، علامه زرقانی میگه تعویل در نزد متکلمین کی را میگن؟ اما علمایی که بعد از قرن سوم، قرن چهارم و پنجم و ششم اینی آمده بودن، یا را متکلمین میگن. متکلمین کسایی که در عقیده زیاد مثلا متأثر به فلسفه شدن، متأثر به منطق شدن، متأثر به چیزهای دیگه شدن، اینا میگن که همین متکلمین. یا تعویل چی میفتن؟ گردانیدن نصوص متشابه از معنای ظاهری به معنای دیگه هست. یعنی معنای ظاهریش نمیگیرن، معنای دیگهش میگیرن. مثلا ید معنای ظاهریش به معنای دست است، وجه معنای ظاهریش به معنای روی است، قدم معنای ظاهریش به معنای پای است. این حال وقتی که این علمای متکلمین آمدن، اینمی معنای ظاهری از این نگرفتن، یک معنای دیگه بر ازی گرفتن. هدفشان چی بود؟ اونا هدفشان این بود که میگه فالا صاحب ما میخوایم که اینمی ید به معنای دیگه بگیریم، به خاطر ازی که الله سبحانه و تعالی را ما تشبیه به مخلوقات نکنیم، به خاطر تنزیه و پاک باشه و تشبیه نشه. ما همین کلمه را از اینجا میگیریم، معنای اصلیش نمیگیریم، معنای دیگه‌ش میگیریم، تعویل میکنیم. و این میگه که چی هست؟ البته مخالف آنچه که علمای سلف یعنی صحابه، تابعین و تبع تابعین که آنان تفویض مینمودند. این تعریف علامه زرقانی است. علامه زرقانی چی میگه؟ میگه تعویل یک اصطلاح اعتقادی است که پسان پیدا شده. یعنی در عصر صحابه نبود، در عصر تابعین نبود، در عصر تابعین اونا شاید کلمه تعویل استعمال میشده، لکن در عقیده که یک صفت یا یک نامی از نامهای الله را از معنای اصلیش بگیریم، معنای دیگه برش بدیم، میگی در اون وقت نبود. بعد از اینکه علما آمدن در قرن سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و بعد از باز اینا تعویل کردن. خب اگر تاریخچه این گپا را ما شما پیدا کنیم که چرا علمای کلام پیدا شدن و چرا اینقدر تعویلات صورت گرفت، مشکل این شد که بعد از این قرنای چیز که است، اسلام وقتی که دایرهش وسعت پیدا کرد، مثلا از شبه جزیره عرب برآمد، بالاخره اسلام آمد در فارس، اینجا اسلام داخل شد و مردم مسلمان شدن، در روم مردم مسلمان شدن، در چین مردم مسلمان شدن، بعضی مناطق اروپا مسلمان شدن. به این شکل اسلام در اروپا، در افریقا، در آسیا، در مناطق دور دور اینجا اسلام چی شد؟ نشر شد. وقتی که اسلام به اینجا رسید، قبلا در این مناطق، مثلا در مناطق افغانستان و در مناطق مثل طرفهای ترکیه و اروپا و اینجا مردم بعضی چیزا داشتن، مثلا قبلا فلسفه داشتن، منطق داشتن، این علوم قدیمی اونا داشتن، علوم عقلی، مثلا ارسطو و مثلا چی میگن، افلاطون و ارسطو و سقراط و اینا از فیلسوفای بسیار قدیم بودن. یک قسم فیلسوفای بودن به نام سوفسطایی ها بودن. خب مکتبای فلسفی بسیار زیاد بود. این حال وقتی که در این منطقه اسلام داخل شد، با داخل شدن اسلام در این منطقه چی مشکل پیدا شد؟ مشکلی پیدا شد که مردم همین فلسفه و منطق و این علوم دیگر که اسلام چی کردن؟ گد کردن. و یکی از خطرهایی که در بین چی است، در علوم اسلامی هست که او را علما امیال هم میخواین علما ایره پاک بکنن، او چی است؟ شما تصور بکنین، مثلا این مثال ما براتون چندین مرتبه گفتیم که مثلا شما فکر کنین دریای کابل از کجا حرکت میکنه؟ از پغمان. سرچشمهش پغمان است. شما اگر پغمان برین و از همون جایی که این آب سرچشمه گرفته، از این آب شما بنوشین، باور بکنید این آب هم خوش کافر میه، هم خوش مسلمان میه، اون دور هم ببری یا خوشش میه.
یهودی رو ببری یا خوشش میاد، بسیار کم تو یک گلاس ها بیتی ای خوشش میاد. لکن وقتی که از اونجا حرکت میکنه او آهسته آهسته میاد دنیمرا که آمد مردم کابل خدا هدایت بکنه. مثلا نفر دیگه آمده صاحب گندنه و مولی سرخک و پیاز و کچالوی خدا دمی او میشه. بالاخره صاحب اینمی آب صفا و زیبایی که از پغمان حرکت کرده بود و بسیار لذیذ بود و بر صحت مفید بود، بالاخره صاحب وقتی که در پیش پل خشتی برسی اینجا از دریای کابل یک قطره او خوردن نمیتونی. ای او میکروبی هست، ای او مردار هست، ای او بدبوی است، ای او چتل است، ای او یعنی هیچ قابل استفاده نیست. متاسفانه بسیاری از مسائل دینی هم اینمی قسم شده که وقتی که قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی که در مکه مکرمه و در مدینه منوره نازل شد، یعنی اگر باور بکنین بر شما بر ما تجربه شدن، یعنی وقتی که قرآن عظیم الشان و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و بر یک کافر تشریح کردیم مثل اونمو آب زیبای پغمان وره، اما کافر قناعت کرده گفته والا آنچه که در قرآن آمده و سنت رسول الله صلی الله علیه و آمده این خوب بسیار زیبا هست. اما مشکل چیست؟ مشکلی است که وقتی که اسلام از مکه مکرمه حرکت کرد آمد تا افغانستان رسید، تا چین و تا این منطقه رسید، تا هندوستان رسید، سعی در بین اسلام اول بسیاری مردم رواجهای خود داخل کردن. یک جوی چتلی که در احکام اسلام داخل شده و امروز اکثرا دشمنای اسلام سر از اون انتقاد میکنن، امی مرداری و کثافت چی هستن؟ عادات و رواج و عنعنات مردم است. مسلمان ها عادات پدری خودن، رواجهای قومی خودن، از زمان کیکاووس و از زمان مثلا امو پادشاه های قدیم این عادت ها در بین مردم افغانستان وجود داشت، این هم صاحب داخل کرده. امروز سرسخت‌ترین مردم در افغانستان نوروز ما کم میگیره. خب برادر تو خود مسلمان شدی، حالا نوروز چی میکنی؟ عرب ها خوبیشان در چی بود؟ عرب ها داشتن بدی ها، عرب ها داشتن مثلا دخترای خود زنده به گور میکردن. وقتی که قرآن آمد این فرهنگ اوسو انداختن. عرب ها بتهایشان از بتهای موضوع که بسیار زیاد بود، 360 بت در اطراف مکه بود و در منطقه بتها بود و در خانه به خانه، در هر خانه مردم مکه قریش که میرفتی در هر خانهشان صاحب در سر دیوالش بت، در اونجا کنج اولیش بت، در اونجا بود. یا مجردی که اسلام قبول کردن این بتها را کاملا از بین بردن. فرهنگ دختر زنده بگور کردن از بین بردن، فرهنگ دختر فروختن از بین بردن، فرهنگ های جاهلیتی که آثار جاهلیت بود از بین بردن. او فرهنگ ها و او عاداتی که از دین ابراهیم علیه السلام گرفته شده بود او را ماندن. فرهنگ خوبش هم بود، شجاعت، دفاع از غریب، دفاع از مسکین، این چیزا رماندن. اما فرهنگ‌های زشت و خرابی که بود این رسید ترک کردن. اما در بسیاری از کشورها مثل افغانستان، مثل پاکستان، مثل هندوستان اینجا مردم چی کردن؟ یا گفتن نه سید هم من مسلمان هستم، هم سید من پشتون هستم، هم ز پختونیم، هم ز مسلمانیم. ز خپل پختو ساتم، سرقم پختو ساته، دختر خودم میفروشم. برو همین سید که در خانه مردم افغانستان دری زبان و پشتو زبان و ازبک دختر خدا مسلمان هستی، خوب مسلمان است، حتی عالم است، مولوی هست، دختر خدا بری بهش بگی که مولوی صاحب من دخترت میخوایم برای بچه‌م بگیرم، میگه 5 لک روپیه تویانش. برادر در اسلام تویانه هست، مهر است، در وادی نکاح تعیین میشه و او باز برای دختر داده میشه. یک مقدارش اگر واسش رسید عاجل برش میده، یک مقدار یک واسش نرسید باز طول زندگی خود 5 سال بعد 10 سال بعد برش میده. 50,000 تعیین میشه والمهر علی ما تراضیه بر رضایت جانبه. این میگه نه 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 من 5 لک روپیه جیبای خود پر میکنم. پس مردم افغانستان چی شد؟ عادات خود هم در اسلام داخل کردن. نوروز خوب کل مردم میفهمه، کل ادبا میفهمه، کل مولوی ها میفهمه که این تاریخچه نوروز عین میگرده به کجا؟ به اونمو پادشاه‌های قدیم فارس مجوسی ها بودن و عید مجوسی ها هست و امروز هم آتش پرستا مثلا او رو به نام عید خود یک فرهنگ مقدس، لکن مردم افغانستان اتو ما کم هستن که اینجا مردم فرهنگ خود یک جوی چتل که در اسلام ما داخل کردیم چی است؟ فرهنگ غلط افغانی ماست. قرآن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه اگر بیوه وقتی که شوهرش فوت کرد بعد از او اگر میخواد در قسمت نفس خود تصمیم بگیره، آیت قرآن است که شما ایره غرض نگین،
بگذارینشان هر کس شوهر اختیار میکنن. ما میگیم که اوه بیوه ما را یا با اشتک خرد خود میشانن یا بیوه حق نداره هیچ چوی نکنه، این نمیشه بشینه. او نصیب بسیاری بیوه ها در افغانستان زنا میکنن، بسیاری از بیوه هاست که اولاد زنا پیدا میکنن و علتش چیست؟ علتش اونمو غیرت جاهلانه است که مردم افغانستان از خدا و از پیغمبر که العیاذ بالله خدا با غیرت میدونن. الله میگه بر بیوه اجازه هست که شوهر بکنه، مردم افغانستان میگن این نیست. میگه من مسلمان هستم، این مسلمان است؟ ابدا. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. وقتی که حکم الله ثابت شد و تو گفتی که ما اینجا حکم الله را قبول نمیکنیم. ما در یک مجلس شیشته بودم، مسئله بیوه بود، خوب رفتیم میگه شیشه مرا خواسته بود چی گپ است؟ گفتیم ما برشان دین تشریح کردم، یک نفر بر ما گفت که والا استاد ما خپکیگه مونږ دلته اسلام نکو دلته پښتو کو. ما وشات برام خلاص تاسو چې پښتو کوي زه پښتو نشم کوي، ځکه چې پښتو قوانین د جاهلیت قوانینی که در فرهنگ پشتو و دری و ازبکی هست خفه نشین، ما خفه کیگی. در جاهلیت قبل اسلام ده. اسلام میگه، قرآن میگه و فی القصاص حیات، در قصاص چی هست؟ زندگی هست، باید قاتل کشته شود. قوم ما و مردم افغانستان چی میگن؟ میگن 3 تا دختر بده باز قاتل بره رخصت است. این است بدگیری. اینال مردم غیر مسلمان قرآن بد نمیگن، که قرآن جنجال ندارن. کافرها قرآن و سنت صحیحه را برش بده قبول میکنن. چطور در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و مردم روز به روز مسلمان میشد؟ و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. امروز به خاطر چی کافر میشن؟ به خاطر ازی کافر میشه که مثلا یک نفر برای ما زنگ میزنه، یک نفر برای ما میگه که سای فلانی نفر لندن رفته و نصرانی شده. چرا نصرانی میشه؟ بچه مولوی صاحب هم است. چرا بچه مولوی نصرانی میشه؟ میگه به خاطر از میگه که من این دین پدر ما قبول ندارم، دینی که خیرات خوری است، دینی که اسقاط خوری است، دینی که تمام روز در ختمه 5 سپاره بگو میخوانم تو 1 سپاره میخوانی 4 سپاره دیگه ش دروغ تیر میکنی، دینی که سر غریب و بیچاره مسکین چال جور میکنی به نام فال و به نام تعویض از جیب ازو پیسه را میگیری، دینی که مثلا مردم در چشم مردم مدرایی که کافر دوستی میکنی و باز بر مردم میگه که این دین اسلام است. از این دین مردم متنفر میشن، از این دینی که ما فرهنگ خود دو داخل کردیم و به نام اسلام او را تبلیغ میکنیم. و متاسفانه اکثریت از ساکت عن الحق شیطان اخرس، اکثریت کسا این گپ نمیزنن. چرا؟ به خاطر ازی که فلانی آجی صاحب خفه میشن، فلانی رهبر صاحب خفه میشن، فلانی شخص خفه میشن. برادر عزیز، از ساکت عن الحق حدیث نیست، یک مقوله هست. کسی از کسا گفتن حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله نیست، هر کسی نسبت به رسول الله میده غلط است، حدیث نیست. لکن از ساکت عن الحق یک قول است، معنای بسیار خوبی داره که کسی از حق ساکت است این شیطان گنگ است و اکثریت مردم اینمی قسم شدن. پس اینال او آب زیبایی که از پغمان حرکت کرد، در پغمان بسیار خوب بود، اونمو اسلام پاک است که در مکه مکرمه و مدینه منوره بود. وقتی که حرکت کرد در نیم راست فرهنگ خدا داخل کردن. از اون طرف دیگه باز پیشتر کمکی جوی آمد، این دیگه صاحب داخل کرده فلسفه را. وقتی که فلسفه داخل شد مشکلات عقیده پیدا شد. چه قسم مشکل عقیده پیدا شد؟ همین بحثی که ما و شما سرش مسئله تعویل میگیم. صحابه کرام چی میگفتن؟ صحابه کرام میفهمیدن که وقتی که میگه که ید الله فوق ایدیهم، میگفت دست خداوند بالای دستهای از این است. خب ید چی ترجمه میکردن؟ میفهمیدن ید به معنای دست است، لکن تنها دست سرش گپ نمیزدن. اونجا میامدن آیت دیگه قرآن میخوانن که لیس کمثله شیء، مثل خداوند هیچ چیزی نیست. پس وقتی که میگیم ید الله، دست الله، پس اینه نباید با کسی با مخلوق تشبیه بکنیم. اصلا در قلب صحابه کرام تشبیه ایجاد نمیشد. چرا تشبیه ایجاد نمیشد؟ به خاطر ازی که اونا میفهمیدن که لیس کمثله شیء. امی قسم که ید الله رو میفهمیدن، امی قسم لیس کمثله شیء من ایس یک فرمول در کلهشان بود، عقیدهشان بود که تمام مخلوقات با خالق متعال کاملا فرق دارن. چرا؟ مخلوق اگه دست داره، دست مخلوق است، به مخلوق بودن از او دلالت میکنه. مخلوق اگر پای داره، دلالت به مخلوق بودن از این میکنه. اگر روی داره، روی مخلوق است، دلالت به مخلوق بودن از این میکنه. اما وقتی که باز میایم سر خالق گپ میزنیم، باز اینجا مخلوق از نظر خود چی میکنیم؟
اوسو میکنیم. پس میگیم ید الله، بله دست الله هست. چه قسم است؟ ما قسمش نمیفهمیم. کیفیت داره؟ بله کیفیت داره. به کیفیت خشک است. خیلی وقتی دست الله کیفیت داره، چه قسم از کیفیتش؟ کیفیتش غیب است. ما میفهمیم؟ نه خیر، ما نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ به خاطر ازی که او غیب است، ما غیب نمیفهمیم. خیر چه قسم عقیده کنیم؟ میگیم ید الله اونمو قسم است که به جلال و عظمت و شأن الله سبحانه و تعالی شایسته است. دیگه چیز میفهمیم؟ نه دیگه چیز نمیفهمیم. کیفیتش میفهمیم؟ نه خیر، کیفیتش نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ مربوط غیب است. در غیب شما مسلمان ها چی عادت دارین؟ ما در غیب تسلیم هستیم و سکوت میکنیم. خلاص. اما این کسانی که متأثر به فلسفه شده بودن، متأثر به منطق شدن، عیسی وقتی که فلسفه رو در اسلام داخل کردن، یک دفعه صاحب عقاید جور شد، مکتبای اعتقادی. این قدریه است، این جبریه است، این معتزله است، این خوارج است، این صاحب فلانی است، این فلانی است، این فلانی است. آنقدر مکاتب فلسفی و مکتبا پیدا شد که امیال وقتی که این در بعضی جایا بخونیم، باور بکو بعضی اوقات که استادات تشریح میکرد موی در جان ما میخیست که چی میگه. و متاسفانه این مردمایی که زیاد بحثای فلسفی در غیبیات میکنن بسیار احیانا از دایره ادب خارج میشن. امی که یک نفر در غیبیات زیاد دخالت میکنه این بیادبی هست. یک روز یک کس آمد پیش من گفت استاد والا مرا چند نفر سوال کردیم، برای من چند قسم تشریح کردن. چی ده؟ چند قسم تشریح کردن. گفت مرا بیخی نیزی کس عقیده من خراب کنن. آخری نفر خود هستی، صحیح جواب میتی بیتی نمیتی عقیده من خراب است. من گفتم خب برو بگو خیر است، آخری نمون. از نکردم دیگه. علما اگر من خود دایی هستم عالم نیستم، پیش یک عالم دیگه میشه بری باز اگر من سوال تا جواب تا گفتن نتونستم. چرا؟ گفتم خب سوالی چیست؟ گفت مسئله قبر است، عذاب قبر. گفت یکی برای من میگه عذاب قبر مثل خوار است، یکی میگه عذاب قبر مثل چی است، چوکی برقی است که یک نفر میکشه، یک نفر میگه عذاب قبر زدنک است مثلا چطور است، یکی میگه. آخر من گفت خودت چی میگی عذاب قبر؟ ما گفتم برادر عزیز، برادر محترم، کل از اونا که تشریحات برات دادن متاسفانه یک کلمه از پیششان فراموش شدن. چی فراموش شدن؟ که عذاب قبر غیب است. عذاب قبر چی است؟ غیب. ما ایمان داریم که یک انسان در قبرش عذاب میشه، اما چون خود ما احساس نکردیم، محسوس نیست، معقول نیست، مربوط به غیب است. یکی محسوس است، مثلا این کامپیوتر محسوس است، بنابراین میره با حس خود میفهمم. معقول چطور است؟ عقل ما برام میگه که اینمی لپتاپ یک کسی ساخته، پس معقول شد. کسی که ایره ساخته در عقل یک انجینیر ساخته، خودش محسوس است. اما کدام انجینیر است من نمیفهمم نامش، غیب شد. تا که یک کسی برام چی بده؟ خبر بده. مسئله قبر اونو میریم میبینیم نفر بردیم در داخل قبر مانده میشه، کفنش محسوس است، مرده محسوس است، قبر محسوس است. صحیح نه؟ معقول چی است؟ معقول عقل ما بر ما میگه که اونمو خالق که از هیچ پیدا کرده بود، اونمو خالق اینمی قدرت داره که دوباره زنده بکنه. پس درست است نه؟ عقل ما میگه، وحی بر ما میگه، احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و میگه بله عذاب قبر وجود داره. پس عذاب قبر وجود داره. خب آل عذاب قبر محسوس است، معقول است و یا مربوط به غیب است؟ مربوط به چی است؟ آفرین. این حال کس از غیب گپ زده میتونه؟ پس اون کسایی که میگه والا عذاب قبر ترا یک قسم در چوکی میشن، بازو چوکی برقی است، این از دل خود جور کرده. او دیگه که میگه صاحب در قبر شده، در قبر به مو اندازه هست که در مسائل غیب ما شما چی میگیم؟ توقیفی است. غیب چیست؟ یعنی توقیفی چی مانا؟ توقف میکنیم. ایمان داریم اما کیفیت عذاب قبر به مو اندازه که در آیات احادیث آمده ایمان داریم، از او که در پای خدا بلندتر پیشتر
نمیگذاریم. امی ادب از در اعتقادات، یعنی می ادب از در چی؟ در اعتقاد. این حال مسئله که در تعریف تعویل گفتن که ای گفت که تعویل کردن این علمای متکلمین و متأخرین ای صفات الله را تعویل کردن و صحابه کرام تعویل نمی کردن. یک سوال پیدا میشه که آیا دین ما خوبش میفهمی حضرت عمر رضی الله عنه؟ کی بگوین؟ استاد دایی یا استاد عمر ابن الخطاب رضی الله عنه؟ کی؟ عمر ابن الخطاب. ما به قدمو از اون نمیرسیم. ما خوب میفهمیدیم یا عبدالله ابن عباس؟ جزاکم الله خیر. پس ایناله او کسایی که شاگردای بالفعل رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن تعویل نکردن. چرا وا دی فلسفه و دی قدریه و دی جبریه و دی معتزله و دی خوارج و دی فلانی و فلانی و فلان در عصر از اونا نبود. عصر از اونا خیر القرون بود. خیر القرون چرا بود؟ اونا ادب با الله را میفهمیدن، ادب با قرآن میفهمیدن. ادب یعنی عمر رضی الله عنه یک موضوع را فیصله میکرد، یک خانم استاد میشد برش میگفت که عمر، سبحان الله، عمر رضی الله عنه مردم آمدن شکایت کردن که والا صاحب مهرهای خانم ها مهر خود بلند بردن، در ازدواج ما مشکل پیدا کردیم. عمر رضی الله عنه گفت خلاص بعد از این مهر این قدر تعیین میکنیم. یک خانم استاد شد گفت عمر توی صلاحیت نداری، آیت قرآن این تو میگه. عمر رضی الله عنه گفت در این قسمت امی زن راست گفت و ما اشتباه کرد. سعی تقوا را. امروز به یک جوانی که خوب سنش خورد است از قرآن و سنت نمیفهمه و برش یک حکم اسلامی را بیان میکنه، برش میگه برادر عزیز همین 4 نفر برادری که آمین بالجهر گفتن، همین آمین بالجهر در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده. امیر شافعی و مالکی و حنبلی ها آمین بالجهر میگن. در مکه مکرمه اگر مثلا 40 لک حاجی باشه 39 لکش آمین بلند میگن، 1 لکش ما افغانا و پاکستانیا و بنگلادیشی ها ما آمین چپ میگیم. نه استاد یعنی سیکو چقدر بی‌ادبی در مقابل سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. صحابه کرام در مسائل اعتقادی ادب و خالق اول میفهمیدن. الله گفته ما قدیر هستم، بله قدرت خدا گفته ان الله علی کل شیء قدیر. باز الله گفته در جای دیگه که ید الله دست الله، بله گفته. وجه بر خود نسبت داده، بله داده. قدم بر خود نسبت داده، بله داده. نزول گفته نسبت داده، بله نسبت داده. پس صحابه کرام چی میگفتن؟ صحابه میگفتن خلاص نزول الله تعلق میگیره به او، مثل نزول ما نیست. صحیح؟ ید الله تعلق میگیره به ذات خودش، مثل ما نیست. قدمش به خودش تعلق میگیره به جلال و عظمت شایسته است، مثل ما نیست. خلاص تسلیم بودن. وقتی که گپ زیاد میشد پیش امام مالک رحمت الله علیه یک کسی آمد گفت امی خداوند چطور استاد شده؟ استوا علی العرش الرحمن و علی العرش استوا. گفت الاستوا معلوم. گفت استوا معلوم است، در قرآن آمده. ایمان به این واجب است، کیفیتش ما نمیفهمیم و سوال در این مسئله بدعت است. گفت رو بکشین از مجلس. اقرب تو بی ادب هستی که حالا برام آمدی از غیب گپ میزنی که استوای خالق در عرش چه قسم است؟ تسلیم شو بگو که او همون قسمه که به جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی شایسته است. گپ زیاد نزن. بکش. گفت بکش بدعت فاره از مجلس ما که اگر ادب میداشت امی سوال نمیکرد. یعنی این از مجلس خود کشید که تو بی ادبی در مقابل من نکردی. تو اینقدر بی ادب هستی که در غیب الهی تو مداخله میکنی و آمدی از استوا پرسان میکنی. تسلیم شو بگو خلاص این مسئله توقیفی است، همون قسم که به جلال و عظمت خالق شایسته است، ما کیفیتش نمیفهم. زیاد فلسفه نکن. پس این حال مشکل در چی پیدا شد که صاحب یک کسی آمد از مکه مکرمه اسلام برآمد
در نیم راه که آمد در اسلام چی رو داخل کردن؟ فلسفه رو داخل کردن. وقتی که فلسفه داخل شد گروه های اعتقادی برآمد، قدریه، جبریه، فلانی فلانی، فرهنگ های خود داخل کردن. وقتی که اسلام در هندوستان رسید دول هم داخل کردن، تنبور هم داخل کردن. حالا می گروه هایی که به نام مسلمان تنبور میزنه و دول میزنه و چی میزنه، یا رسول پرسان کنین بگو امیر از کجا آورده؟ میگه صاحب یک کسی رفت در هندوستان، دین از هندوستان آمده اسلام یا از مکه مکرمه از مدینه منوره؟ دین از کجا آمده اسلام؟ اما دول از کجا آمده؟ خودشان هم میگن دیگه. یک کسی میگه رفت هندوستان، دیگه در هندوستان وقتی که میگه رفت که دول زدن و زدن و زدن و زدن و زدن، صاحب ایران برداشت، خودش خوشش آمد. بیا گفت ایران چی کنیم؟ داخل کنیم در بین اسلام. حالا صاحب بعضی از گروه های به نام مسلمان میرقصن. این از کجا پیدا شد؟ همون جویی که خوب کسایی که ناوقت آمده، من تشبیه کردم که یک جوی است. دریای کابل از کجا سرچشمه میگیره؟ از پغمان. در پغمان بری او بگیری خوش کلگی میه. اما در پل محمود خان بی یک گلاس او بخوای از دریای کابل بخوری، نه خوش مسلمان میه نه خوش کافر میه. عین مثال سر اسلام ما هست. اسلامی که در مکه مکرمه و مدینه منوره بود که رسول الله صلی الله علیه و آله او را تبلیغ میکرد، ابوبکر صدیق او را تبلیغ میکرد، عمر خطاب رضی الله عنه تبلیغ میکرد، صحابه کرام تابعین و تابع تابعین. باور کو ورأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا، میبینی که مردم به دین الله فوج فوج داخل میشه. آره چرا مردم دین اسلام خوش نداره؟ دین اسلام مثل دریای کابل در پیش پل خشتی شده. چیزی که چتلیا هست ما به نام اسلام او رو بر مردم نشان میده. چیزی که مرداری ها هست به نام اسلام او رو بر مسلمان میده. دیروز یک برادر آمد در پیش من گفت من چند سال فالبین بودم، یعنی کارت پروان کدام جای هست به نام سید جلال آقا. بازی رو گفت 12,000 کرای اولی است. گفت برای من 35,000 ایره چی داده بودن؟ 35,000 گفت ایره من 35,000 چقدر گفت ایره برای من کرا داده بودن. 45,000 گفت 45,000 سبیره برای من کرا دادن. چرا گفت میقدر؟ گفت به خاطر از اینکه مردم به نام سید جلال آقا اینجا می و هر کس گرفت نمیجه شش تو سید جلال است. خودت چی درس خوانی؟ گفت والا سه من صرف 12. بعد از 12 گفت یک چند سال در ماین پاکی کار میکردم. چه قماش شد؟ گفت یک 300-400 دلار بود. چرا او رو اعلام کردی اومدی قرارداد کردی؟ گفت به خاطر از اینکه این هزارها دلار برات میه. و بالاخره سر ما آیسا از این طریق پیسه پیدا میکردم تا بالاخره گفت من سیریا و کستا اسلامی رو باز ان شاء الله هفته آینده سیریاش میبره میشه باز مصاحبه با اونم فالبینی که توبه کرده و گپای را قسم میکرد که شما لطفاً این سیدی رو هفته آینده آوردن، این سیدی رو لطفاً مشاهده بکنین ببینید که به چه شکل یک انسان کفر در بین مردم نشر میکنه. اول کسی که پیش فالبین می ای برشت عقیده میده که من از غیب میفهم، ما عالم غیب هستم. این عالم نفر که پیش فالبین آمد که همین قدر عقیده کرد که علم غیب داره کافر شد و فالبین ها مردم کافر میکرد. گفتم چه قدر نفر امروز فعلا؟ گفت حالا فعلا یک 19,400 نفر تلفنش پیش من است. نمبر ما پیش 19,400 نفر است که مراجعین ما هستن. ولی آل ما الحمدلله مدت وقت میشه که توبه کردیم. ولی فعلا ما تعویض و فال و گپا نمیتونم. کسایی که پیش ما مراجعه میکنن برشان سیدی اسلامی و کستا اسلامی را توصیه میکنم. این اونو اسلامی که تعبیل که اینا آوردن و پیدا کردن علتش از چی بود که اینا چی کردن؟ که علامه بغدادی چی میگن؟ میگه علمای کلام صفات خالق را مثل عین، ید، وجه و افعالش مثل نزول، صعود، مجیء، غضب و کلام را تعبیل میکنن. علمای کلام تعبیل میکنن. خوب فکرتان باشه. میگه علمای کلام ایره. علمای کلام کدام کسا را میگن؟ کسایی که در مسائل اعتقادی چی رو داخل کردن؟ فلسفه را داخل کردن، منطق داخل کردن، قدریه شدن، جبریه شدن، معتزله شدن، گروه های مختلف شدن. اینی صاحب علمای کلام است. و یک کتابی هست که یک عالم بزرگ احناف به نام ملا علی قاری نوشته کرده، شرح عقیده
شرح فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رو نوشته کردن. در عقیده بهترین کتابای عقیده که است عقیده احناف است. لکن خود حنفی‌ها فقه را از امام ابو حنیفه گرفتن، باز عقیده را رفتن در دیگه گروه خود داخل کردن. خودشون باز میگن، بسیاری کسا را که پرسان کنین میگه من در فقه در مکتب ابو حنیفه هستم، باز عقیده ابو حنیفه را قبول ندارم، باز عقیدهش باز میره اون ماتوریدیه و اشعریه و اونها را باز رفتن میگیرن. لکن بهترین عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستن. یک کتاب نوشته کرده به نام فقه اکبر و باز بهترین کتاب بعد از این چیز کتاب است که این شرح کرده به نام ملا علی قاری. ملا علی قاری در صفحات اولش کل متکلمین به 4 کتاب کافر میگه، به 4 کتاب کافر است مطلقا متکلمین بخونه. و باز بهترین کتاب در عقیده احناف اگر میخوای که امت عقیده بسیار خوب مطابق قرآن و سنت باشه، طلحه زبیر اینا در سلف هستن. پس میگه و مذهب اما خلف چی است؟ این کسایی که باز پسان آمدن و باز اینا چی میگه و مذهب الخلف امی متکلمین تعویل الید بالقدره او النعمه. باز گفت این مردمایی که پسان آمدن دست به قدرت و به نعمت تفسیر میکنن. خب دست به قدرت تفسیر کردی، گفتی ید الله یعنی قدرت الله، بل یداه دو دستش مبسوطتان است. باز دو قدرت میگی یا دو نعمت میگی؟ بلکه دو نعمتش نعمت تصنیه میشه، قدرت دو قدرت میشه العیاذ بالله. باز دیگه مشکل، از یک جوی خود کشیدن در جوی دیگه انداختن، از زیر باران خیستن در زیر ناوششن، از این خاطر بر از اینا مشکل پیدا شد. بدرالدین عینی حنفی در کتابش عمدة القاری شرح صحیح البخاری، بدرالدین عینی حنفی در کتابش عمدة القاری، این عمدة القاری شرح صحیح البخاری چی میگه؟ ذکر چی میگه؟ میگه ذکر ابو حنیفه رحمت الله علیه، میگه ذکر کرده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ان تعویل الید بالقدره، کسایی که دست تعویل کردن ید دست به قدرت و نحو ذالک و مثال دیگه که کلمات مثلا تعویل میکنن به دیگه معنا، یؤدی الی التعطیل، نتیجه چی میشه؟ به تعطیل. ما و شما در هفته‌های قبلی اصطلاح تعطیل خواندیم نه، که معطل قرار دادن یک صفت الله سبحانه و تعالی. گفت اگر تو میگی که قدرت ید قدرت است، پس الله سبحانه و تعالی ید نداره، یعنی یک صفت معطل قرار دادی. یعنی امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که ان تعویل الید بالقدره، تعویل کردن ید دست با قدرت، که معناش بگویی دست نیست، معناش چی است؟ قدرت است. و نحو ذالک، یا مثل از دیگه کلمات که مثلا وجه و یا قدم و یا دیگه معنا برش تعویل کنی، میگه یؤدی الی التعطیل، این سبب تعطیل صفات الله میشه. تو صفت قدرت ثابت کردی، صفت ید چی کردی؟ معطل قرار دادی، او را از بین بردیم. خب
یؤدی الى تعطیل. فان الله تعالی، ایگه به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، ایگه به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. و چی میگه امام صاحب ابو حنیفه رحمه؟ فان الله تعالی، پس یقینا که الله سبحانه و تعالی اثبت لنفسه یدا، بر نفس خود ید ثابت نموده، گفته که ید است، ید الله خودش گفته. فاذا اولت بالقدره، اگر تو خیستی و از دل خود با تأثر به فلسفه و منطق و گپای متکلمین ایره تعبیل کردی، گفتی نه ید نمیگم قدرت میگم، یسیر عین تعطیل، تو ایره چی کردی؟ علمی کار تو تعطیل میشه و اصطلاح تعطیل ما شما خوانیم. و انما الذی، خب امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه، ما که تو را دوست داریم، خیلی چی کنیم؟ برای ما درس میده و میگه انما الذی ینبغی، آن چیزی که در این قسمت مناسب و شایسته و خوب است، فی مثل هذا ان نؤمن، که ایمان بیاوریم، بما ذکره الله تعالی، آنچه را که الله ذکر کرده، با او چی کنیم؟ ایمان بیاریم، باید ایمان بیاریم. علی ما اراده، با مو شکلی که ایمان بیاریم، با مو قسمی که الله خودش اراده کرده. سیست ولا نشتغل بتأویله، با تعویل ازی خودم مشغول نسازیم. او برادر، او دوستای عزیزی قربان که خدا میگه که من امام صاحب ابو حنیفه را دوست دارم. چطور امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه را دوست داری و عقیدهش را دوست نداری؟ باز در عقیدهش میری در پشت متکلمین، میری سر پشت سوفسطایی ها، میری پشت ارسطو، میری پشت گپای افلاطون و سقراط. نه، این عقیده درسته که از قرآن عظیم شد. چرا که امام صاحب ابو حنیفه از جمله سلف صالح است، تابعی بود، صحابی رو دیدن، از او درس یاد گرفتن. پس میگه که خب و انما الذي ينبغي في ذلك في مثل هذا ان نؤمن بما ذكره الله من ذلك على ما اراده، با او ایمان میاریم، اما قسمی که الله بر ذات و جلال عظمت خود ید ثابت کرده و اما قسم که اراده کرده، با اون شکل ایمان داریم. کیفیتش ما نمیفهمیم چون مربوط به غیب است، ادب مراعات میکنیم. ولا نشتغل بتأویله، و در تعبیل ازی خودم مشغول نمیکنیم مثل متکلمین وره. فنقولو، که امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه، فنقولو، میگه ما میگیم له یدون، ما میگیم که بله الله سبحانه و تعالی ید یعنی دست داره، علی ما اراده، اما قسمی که اراده کرده، لا که ید المخلوقین، اما یدش دستش مثل دست مخلوقات نیست. و كذلك فی نظائر ذلك، و اینمی قسم عقیده ماست در بقیه اموری که الله سبحانه و تعالی یا وجه هست یا قدم هست یا نزول هست یا صعود هست که الله سبحانه و تعالی بر خود نسبت داده، به او ایمان میاریم، اما در کیفیت از او داخل نمیشیم و تعویلش نمیکنیم. اینی از عقیده درسته که ما کسانی که واقعا عقیده قرآن سنت از شاگردای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که صحابه کرام است از او میگیریم و عقیده از ایناست. جلد 1 صفحه 384 مکتبه شامله به خاطر از این نوشته کردیم که ما اینمی عبارت از مکتبه شامله گرفتیم. بعضی اوقات همین کتابا که از فکرتان باشه جلد صفحهش در بعضی چاپات تغییر میکنه. همین مسئله که بحث کرده بدرالدین عینی در عمدة القاری ایره پیدا بکو، اما صفحهش میشه که در این کتابایی که در اینجا چاپ میشه تغییر کنه، لکن در مکتبه شامله اگر کسی را مراجعه بکنه در کتاب عمدة القاری شرح صحیح البخاری تالیف بدرالدین عینی حنفی، این باز این مطلب ما از اونجا گرفتیم. یعنی عقیده قرآن و عقیده سنت و عقیده صحابه کرام و عقیده تابعین کرام و عقیده تابعین کرام کلش اینمی بود که در قسمت صفات الله سبحانه و تعالی تسلیمی بود، با او عقیده داشتن، او را چی نمیکردن؟ تعویل نمیکردن و زیاد در کیفیتش هم عقیده داشتن که کیفیتش مربوط به غیب میشه. از این خاطر اینا چی میکردن؟ او را زیاد سرش بحث نمیکنن. اینی بود درس امروزی که ما و شما درباره تعویل داشتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.